سلام به همه شما تاریخ پلاسی های عزیز. آقا سریال امپراتور افسانه رو همه دارن میبینن آن از شبکه تماشا، اما یک شخصیت اصلی که سریال درباره اونه شاهزاده یوگوه که به عنوان یک نمک فروش داره زندگی میکنه و در اصل تو تاریخ اسمش به عنوان امپراتور یونگ چوگو اومده و توی این ویدیو قراره با هم داستان زندگی و اقدامات اونو بررسی کنیم. پس لطفا این ویدیو رو لایک کنید و در ادامه این ویدیو همراه ما باشید. پادشاه گئونچوگو چهارمین پسر یازدهمین امپراتور بکچه پادشاه بیریو بود که در یک کش و قوس عجیب در حالی که یک تبعیدی و طرد شده بود مقام ولیعهدی را از برادر خود غصب کرد و این بعدها موجب مرگ سه برادر ناتنی و مادرش گردید. پس از رسیدن به تاج و تخت او تصمیم گرفت تا قدرت سلطنتی را در ایالات باکچه مستحکم کند. او قدرت اشراف را کاهش داد و سیستم حکومت محلی را با رؤسای منطقه‌ای منصوب شده توسط دربار راه اندازی کرد. او با همسری از قبیله جین ازدواج کرد و الگویی برای جانشینانش ایجاد کرد و پایتخت را به هانسان جنوب شرقی سئول امروزی منتقل کرد. تحت حکومت گئونچوگو پادشاهی بکچه به بزرگترین گستره جغرافیایی و قدرت سیاسی خود رسید. قبایل باقی مانده از ماهان در سال 369 ضمیمه شدند و کنترل بکچه بر تمام جولادهای امروزی کامل شد. ایالت‌های کنفدراسیون گایا در غرب رودخانه ناکتونگ نیز به وابستگی بکچه تبدیل شدند. در سال 369 بکچه توسط گوگوریو مورد تهاجم قرار گرفت، اما در نبرد چیانگ با قدرت حمله کرد. در سال 371 ارتش 30,000 نفری باکچه به رهبری ولیعهد گانسو قلعه پیونگرانگ را تصور کرد و پادشاه گوگوریو را کشت. در پایان این پیروزی ها بکچه حلقه دریای زرد را در بر گرفت و بخش اعظم شبه جزیره کره از جمله تمامی گیونگی، چونگ و جئولا و بخش‌هایی از استان‌های گانگوگون و هوانگای را کنترل کرد. تحت حکومت گئونچوگو پادشاهی بکچه به بزرگترین گستره جغرافیایی و قدرت سیاسی خود رسید. فتح 54 ایالت ماهان، به زانو درآوردن شیلا و فتح لیاکسی و حمله به گوگوریو و فتح پیونگیانگ از بزرگترین اقدامات او بوده است. ضمن اینکه برای نخستین بار تاریخ 400 ساله باکچه در زمان او نوشته شد. او قدرتمندترین پادشاه بکچه بوده است. او با حمله به باقی مانده های متحدین ماهان و با ازدواج با دختر قبیله ژین و دختر ارباب وایریگونگ بر قدرت خود افزود. در طول سلطنت او تاریخچه ای از باکچه به عنوان سئوگی توسط محقق گوهیونگ گردآوری شده. هدف آن نه تنها ثبت تاریخ بلکه توجیه حکومت او و نمایش قدرت باکچه بوده. هیچ کپی شناخته شده از سئوگی تا دوران مدرن باقی نمانده است. او در سال 375 مرد و حکومت به ولیعهد گانگوسو رسید. درباره سبک حکومتداری او در کتاب‌های تاریخی اومده که در زمان حکومت خودش با ژاپن و چین ارتباط نزدیکی پیدا کرده بود و حتی با کشورهای اندونزیایی هم ارتباط داشت، به طوری که کشور بکچه تبدیل شده بود به محلی برای تجارت حالا اون غرب آسیایی ها و در زمان اون برای کشورداری و مدیریت کشورش از دانش بقیه کشورها هم استفاده میکرد و باکچه رو در زمان خودش به یک قطب سیاسی و نظامی و قدرتمند تبدیل کرده بود. حتما ازتون درباره این پادشاه برای ما بنویسید و با لایکاتون از ما حمایت کنید و منتظر قسمت‌های جزایی باشید. راستی اگه به سانسوری‌های سریال امپراتور افسانه هم علاقه دارید حتما ویدیوهای قبلی ما رو ببینید که یک سانسوری‌های ناب و جزایی براتون آوردم که مطمئنم همتون خوشتون میاد. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.